سلام، من اسکندر خواجه میرزاده شما را با مختصر رویدادهای اخیر تاجیکستان و جهان آشنا میکنم. نخستین گروه 5 نفره شهروندان تاجیکستان که دیشب با هواپیمای روسیه از یمن بیرون برآمده بودند، الکی عازم دوشنبه شدند. به اطلاع محمد یگمزاد سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو، شام دیروز از یمن 2 هواپیمای وزارت حالتهای اضطراری روسیه در برابر شهروندان روسیه و دیگر دولت‌ها اینچنین 17 تبعه تاجیکستان را از صنعا پایتخت یمن به مسکو انتقال داد. بخش دیگری شهروندان تاجیکستان قرار است روز 4 اپریل از یمن باز هم با هواپیماهای روسی بیرون شوند. ما خواهش کردیم اونهایی که کودکای مایده دارن و دارن نو بس به همین باورده سعودیان، لیکن همین قسمت زیاد است. انتظار می رود که فردا روز شنبه برورند. با شدتیابی عملیات نظامی ائتلاف زیر رهبری عربستان سعودی بر ضد شورشیان حوثی در یمن، اکثر دولت‌ها و از جمله تاجیکستان سعی دارند شهروندانشان را از این کشور بیرون برآورند. به قول وزارت کارهای خارجی تاجیکستان، از میان شهروندان این کشور تخمیناً 100 نفر برای ترک یمن آمادگی نشان دادند. روز جمعه در پایتخت تاجیکستان اشتراکچیان یک نشست بین المللی درباره تهدید تندگرایی اسلامی به دولت‌های دنیوی تبادل نظر کردند. کارشناسان و شارحان از کشورهای آلمان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و روسیه سرچشمه‌های پیدایش تندگرایی، سبب‌های گرایش جوانان به این گروه‌ها و انعکاس این موضوع در رسانه‌های جهان را در مرکز بحث قرار دادند. مقامات تاجیکستان میگویند که نظارت و حفظ مرز تاجیکستان با افغانستان باید تحکیم یابد، زیرا امنیت کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی با تهدید از آن سوی آمو مواجه می باشد. یکی از مرکزهای ناآرامی که جامعه جهانی را به قبول تصمیم‌های مشترک بیرونشوی از وضع فعلی مطرح می کند، افغانستان است. افغانستان کشوری است که وضع حربی و سیاسی آن مشخص نیست. این سخنان را نماینده وزارت کارهای خارجی تاجیکستان روز جمعه در عرفه آغاز جلسه کارشناسان گروه افغانستانی سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی ابراز داشت. روز پنجشنبه هم یک بخش بزرگ نشست شورای وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی در شهر دوشنبه به ارزیابی تحکیم مرز و وضع امنیتی منطقه بخشیده شده بود. همچنان دیروز فرماندهان پایگاه 201 روسیه که در تاجیکستان مستقر می باشد، کارشناسان گروه افغانستانی سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی و همچنان خبرنگاران از جمله خبرنگار رادیو آزادی برات یوسفی را برای شناسایی با شرایط خدمت افسران و سربازان روس دعوت کرده بودند. با گفت فرماندهان پایگاه روسیه فعلا در تاجیکستان 5900 افسر و سرباز ایفای خدمت می کنند. آنها افزودند که تا سال 2020 شماره افسر و سربازان پایگاه که همگی طبق شرطنامه خدمت می کنند تا 9000 نفر خواهد رسید. همچنان در این مدت پایگاه با تکنیک و اسلحه معاصر جهازانیده می شود. بعد از باران‌های پی در پی روزهای اخیر در منطقه کولاب، سطح آب رودهای تبلای، یخسو و سرخاب بلند شده به میدان‌های کشت ساکنان آسیب رسانده است. روز پنجشنبه ستاد حالت‌های فوق‌العاده منطقه کولاب به رادیوی آزادی اطلاع داد که شب 1 اپریل آب از ساحل‌های یخسو بیرون شده، پل جماعت دهات دهنه و یک قسمت زمین‌های گندم را زیر کرده است. بر پایه معلومات رسمی در منطقه کولاب سیل و یرچ با 53 دهه تهدید می کنند. سال گذشته هم سیل و بارانها به منطقه کولاب زیان رسانده بودند. تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه رادیوی آزادی و صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی یوتیوب و ادنا کلاسنیکی پیدا کنید.